سلام بچه‌ها، امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه. بچه‌ها توی این فیلم آموزشی میخوام خیلی سریع بریم سراغ تحلیل سوالات ترم اولی که خودم طرح کردم. ببینید که دی ماه 1404 یعنی همین امسال و طراحش هم خودم بودم. برای مدرسه طالقانی بوده و سطح سوالاتم دوباره خیلی راحت بوده. یعنی بچه‌هایی که آزمون دادن همشون دیگه میدونن سطح امتحان خیلی راحت بشه، شاید درجه سختیش 2 و 3 باشه از 10 و به شدت راحت بوده. و بازم تاکید میکنم ترم اولیه نخوابید تو باد اینی که حالا ترم اول پس راحت تونستیم بخونیم و امتحان بدیم پس دیگه تمومه، نیازی نداریم مثلا ترم دوم بخونیم. نه، ترم اول بهتون از عمد ساده گرفتم به خاطر حالا نمراتتون یه مقدار پایین‌تر بوده، یه سری یه ذره مشکل داشتن، هنوز عادت نکرده بودن به سبک جدید به اصطلاح نمره دادن و تدریس و برای همین یه مقداری ساده گرفتم براتون. ولی ترم دوم قطعا هم مطالب درسیتون بیشتر میشه که بعد بیان امتحان بدین که به جای 7 فصل 15 تا فصله و از طرف دیگه هم خب خودم امتحانات سخت‌تر میگم. یعنی اگه این سطح سختیش 2 و 3 بوده، سطح سختی امتحانات ترم دومتون قطعا 5 و 6 حتی شاید 7 هم برسه. پس خیلی تو باد این سوالات نخوابید. بریم سراغ سوالات اول که سوالات تستیمون هست. بچه‌ها خیلی ساده بوده، یعنی تمام این سوالات به اصطلاح تستی مدرسه طالقانی من راحت گرفتم، مثل سوالات تستی مدرسه کلاهدوزان. ولی حالا بریم که با هم بررسی بکنیم. یکای بین المللی یا اس آی وزن چیست؟ خیلی راحته. وزن اصلا بذار من با قرمز جواب بدم. وزن یکای بین المللی یا اس آیش اصلا نیوتونه. آقا گرم، کیلوگرم، تن اینا همشون یکاهای جرمن، اصلا کاری به اس آی بودنش هم نداریم. تنها یکای وزن نیوتونه برای شما. سوال دوم، واحد سازنده کدام یک از مواد زیر اتم میباشد؟ آقا نگاه کن، من اسماشو برات نوشتم، مثالای صفحه کتابت بوده، ولی با این حال فرمول شیمیاییش هم بهت دادم. خیلی راحته. گفته بود توی کتاب هم که آقا مواد نافلزی و ترکیبات نافلزی ساختارشون به صورت مولکولیه و مواد فلزی به صورت اتمی. الان شما نگاه می‌کنی آب H2O که اصلا 3 تا اتم داره، ساختارش مولکولیه. گاز کربن دی اکسید دوباره نافلزی، از اونور ساختار مولکولیش هم می‌بینیم که ساختمانش مولکولیه. از اونور گاز کلر هم دوباره نافلزیه، ساختار شیمیاییش هم داره به مولکول نشون میده. پس تنها چیزی که فلزی هست و ساختار شیمیاییش هم به من نشون میده که یه دونه یا اتمیه، طلا. خیلی راحت میشه گزینه 2. کدام یک جزء عوامل تاثیرگذار بر مسیر حرکت رودخانه‌ها نیست؟ آقا شیب زمین هست، میزان بارش باران هست، سرعت حرکت آب هست. تنها موردی که نیست خب آقا همشون هست دیگه، میشه هیچ کدوم. با بزنی گزینه هیچ کدوم. خیلی راحت شد. مورد ت کدام یک از موارد زیر در تهیه بتون به کار برده نمی‌شود؟ آقا بتون من دیگه توی به اصطلاح فیلم قبلی مواد سازندش براتون نوشتم. خاک رس، آهک شن ماسه و آب همشون مواد به کار برده شده در بتون هستن. حالا گفته کدوم نیست؟ خب خیلی راحته، گوگل. کدام مورد جزء روش‌های بهره برداری از آبخوان‌های زیرزمینی آزاد نمی‌باشد؟ قنات، چشمه، چاه، هر سه تاشون هستن. چی نیست؟ آبشار. آبشار اصلا مال آب‌های روی سطح زمینی، هیچ کاری به آب‌های زیرزمینی نداره. پس خیلی راحت میشه گزینه 1. کدام مورد جزء املاح معدنی موجود در آب سخت میباشد؟ آقا خیلی راحت توی کتابتون گفته بود که آقا املاح معدنی موجود در آب سخت 2 تا بودن، منیزیم و کلسیم. شما الان اینجا نگاه می‌کنی کلسیم که نداره، فقط منیزیم اونجاست. خیلی راحت منیزیم رو انتخاب می‌کنید. سوال بعدی، کدام مورد جزء حرکت‌های معمول آب دریاها نمیباشد؟ موج، جریان‌های دریایی و جزر و مد هر سه تاشون جزء حرکت‌های معمول آب دریاها هستن. چی نیست؟ سونامی آبتاز. اشاره هم کرده بودیم تو نمونه سوال. آقا سونامی آبتاز یه نوع موج هستش، خودش یه نوع موج هست، ولی حرکت‌های معمول آب دریا نیست. شما که معمولا وقتی می‌ری دم ساحل آبتاز یا سونامی نمی‌بینی که، معمولا موج می‌بینی در شرایط خاصی که نمیدونم زلزله اتفاق بیفته زیر آب دریا یا مثلا نمیدونم به صرف فعالیت‌های آتش فشانی باشه، شما در اون حالت فقط می‌تونی آقا سونامی آبتاز ببینی، ولی در حالت معمولی نمی‌بینی سونامی رو. پس جواب میشه گزینه 1. سوالات صحیح یا غلط به شدت راحت بوده. یعنی من اگر که بخوام به اصطلاح به اینا درجه سختی بدم، همشون میرن توی دسته راحت. اینجا بدون صحیح یا غلط به بچه‌ها حواستون امیدوارم بوده باشه و جواب داده باشیم. یه دونه صحیح یا غلط هم که اینجا بوده. خب بریم جواب بدیم. هرچند اندازه ذرات تشکیل خاک ریزتر باشد برای تشکیل آب‌های زیرزمینی مناسب‌ترند. غلطه. هر چقدر ذرات تشکیل دهنده خاک ریزتر باشه، فضای بینشون کمتره و کمتر میتونن آب در خودشون جا بدن، پس برای آب‌های زیرزمینی مناسب نیستن. سوالی کتابتون بوده آقا کدوم خاک‌ها پس مناسبن؟ خاک‌هایی که ذراتشون درشتر باشه، نه ریزتر، مثل خاک‌های ماسه‌ای. سوال بعدی، 1 لیتر برابر با 10000 سانتی متر مکعب است. غلطه. 1 لیتر برابر با 1000 سانتی متر مکعب. متن کتاب خود درسته. یعنی ببین شما فصل 2 کتاب لازم اجازه 12 که سریعتر بیاریم کتاب رو. ببین اینجا نه این مال وزن حجم. بله 1 لیتر معادل 1000 سانتی متر مکعب. آقا نگاه کن اینجا دیگه برات نوشته تو خود کتاب هست 1 لیتر معادل 1000 سانتی متر مکعب، نه 10000 که اینجا برات نوشتم. پس اشتباهه. اگر هنگام تراکم ابر دمای هوا کمتر از 0 درجه سانتیگراد باشه، بارش به صورت تگرگ. غلطه. آقا هنگام تراکم ابر اگر دمای هوا بیشتر از 0 درجه باشه، بارش به صورت بارانه. کمتر از 0 درجه باشه، بارش به صورت تگرگه. اگر در هنگام پایین اومدن قطرات باران از یه توده هوای سرد قطرات باران من عبور بکنه، بارش به صورت تگرگ به سطح زمین میرسه. پس آقا اصلا تراکم ابر هیچ ربطی نداره بالای 0 باشه یا کمتر از 0.
اون دمای هوا برای من تعیین میکنه که بارش هم به صورت برفه یا بارون، اصلا هیچ ربطی به تگرگ نداره. پس خیلی راحت جواب میشه غلط. تمام مواد فلزی حالت فلزی جامد ندارن. ببین میتونم یه ذره حالت متوسط بهش بدم توی سختی راحتیش. چرا؟ به این خاطر که آقا نوشته تمام مواد فلزی حالت فلزی جامد ندارند. خب بله، جمله کاملا درسته. چرا آقا؟ جیوه استثناء بود در فلزات دیگه. متن خود کتاب درسی بود، گفته بود آقا جیوه تنها فلز مایع و سمی هستش که وجود داره. حالا اینا گفته تمام مواد فلزی حالت فیزیکی جامد ندارن. خب درسته، همشون جامد نیستن، جیوه مایع و به همین راحتی گزینه میشد سگ. قنات‌ها معمولا در مناطق کمشیب مثل دشت‌ها حفر میشوند. بله کاملا درسته. چرا آقا؟ میگفتیم روش‌های بهره برداری از آبخوان‌های آزاد، چاه، قنات و چشمه هستش. آقا قنات‌ها برای سفره‌های آب زیرزمینی آزاده. خب آزادام در مناطق کمشیب بوده دیگه، مثل دشت‌ها. پس درسته. قنات‌ها معمولا در مناطق کمشیب مثل دشت‌ها حفر میشن. بله کاملا درسته. بهتون سبب افزایش استحکام خانه‌ها در ساختمان‌سازی میشد. بله درسته. متن کتاب درسی فصل 5 کتابته. به دلیل فراوانی آب رودخانه‌ها تخلیه فاضلاب در آنها سبب آلودگی نمی‌شود. غلطه. اصلا تو کتابت نگاه کن. من فکر کنم بزنم صفحه 50 برامون بیاره که سریعتر برسیم بهش. نگاه کن این قسمت. آلودگی رودخانه میفته. در گذشته تصور میشد که اگر بیایم خالی بکنیم فاضلابا رو در رودخونه‌ها، فاضلابا رو در رودخونه آلودگی نداره، که فهمیدیم تصور غلطه، بلکه کمترین آلودگی در رودخانه‌ها باعث ایجاد مشکلات زیست محیطی فراوان میشه. پس آقا این گزینه هم میشود غلط. ببین متن کتاب درسی دیگه اصلا هیچ راهی نداری برای اینکه بخوای اشتباه جواب بدی بهونه بیاری. سوالات جا خالی که خیلی راحته، یعنی ببین یه باکس بهت دادم، گفتم آقا از این باکس کلمات رو انتخاب می‌کنیم می‌ذاری توی جای مناسبش. حالا ببین یکی جواب بدیم. بهترین راه بررسی درستی و نادرستی یک فرضیه خیلی راحت آزمایش می‌باشه، یعنی آزمایش فرضی است. پس اینو بذار من خط بزنم که بدونیم کدوم رو استفاده کردیم. اندازه‌گیری یک مرحله مهم برای جمع‌آوری اطلاعات. اینو دیگه هم توی نمونه سوالات بوده بهتون اشاره کردم و هم گفته بودم زیرش خط بکشید. اولین نکته از فصل 2 بود که گفتم خط بکشید توی کتاب. اصلی‌ترین ذرات سازنده جهان هستی اتم‌ها میباشن. دیگه کتاب خودش رو پاره پوره کرد. تو فصل 3 که بیاد همین اصلا بده که آقا اتم‌ها اصلی‌ترین ذرات سازنده مواد هستن. چه از سوایلی که دارای سنگ‌های سخت و مقاوم هستند چون نسبت به فرسایش مقاوم‌ترن به صورت صخره‌ای و پرتگاهیه. آخرای به اصطلاح فصل 6 کتابه دیگه، متن خود کتاب درسیه. میزان مصرف منابع طبیعی با افزایش جا خالی به مقدار قابل توجهی افزایش یافته. افزایش جمعیت، هر چقدر جمعیت بیشتر شه تقاضا برای کالاها بیشتر میشه و منابع طبیعی هم غالبا مجبور میشیم که بیشتر مصرف بکنیم. فصل به اضافه می‌کنم 5 کتابتون، بله 5 کتابتون هستش. هر چه عمق چاه بیشتر باشه عمق سطح ایستابی نیز پایین‌تره یا به اصطلاح بیشتره. برید تو کتابتون نگاه بکنید، به اصطلاح همین فصل 7 کتابتون توی این قسمت، نه این قسمت در مورد عمق چاه‌ها صحبت کرده و اینجا هم که به اصطلاح ما در موردش صحبت کرده و یه سری مواردی رو توضیح داده بود. یه سری نکاتی هم سر کلاس بهتون گفتم عمق سطح ایستابی به چه چیزایی بستگی داره رو براتون نوشته بودم. پس هیچ مشکلی نباید وجود داشته باشه. سوال 4 خیلی راحت بوده، ممکن بوده چند جوابی داشته باشه، مشکلی نداشته، بهتون توضیح دادم سر جلسه. سوال 5 هم دوباره جزء سوالات خیلی راحتتون بوده، جزء چیزایی بوده که دیگه حالا به اصطلاح شکل سفره آبخوان رو بهتون گفته بودم و کامل بررسی کرده بودیم. حالا بریم بهشون جواب بدیم. استفاده از زنبیل به جای کیسه پلاستیکی، گفته آقا بنویسید کدوم یکی از راهکارهای حفاظت از منابع طبیعی. 3 تا راهکار داشتیم تو کتابم بود فصل 4: بازیافت، مصرف دوباره و کاهش مصرف. بعد توی هر کدوم از این جاخالی یکی از موارد می‌نوشتی. استفاده از زنبیل به جای کیسه پلاستیکی، خب این میشه کاهش مصرف. چرا آقا؟ به این خاطر که کمتر از کیسه پلاستیک استفاده کرد. کاهش مصرف. تعمیر پایه صندلی، آقا تعمیر داری می‌کنی دیگه، مصرف دوباره هستش. و ساخت مقوا از کاغذهای باطله. کاغذ باطله رو دوباره برگردونده به ماده اولیه سازنده مقوا که و کاغذ که یکی هست و دوباره استفاده کرده. خیلی راحت میشه بازیافت. خیلی راحت بود. شکلی رو نشون داده چنین سفره آب زیر زمین. یا کن یک لایه نفوذپذیر بر روی یک لایه نفوذناپذیره. توی حتی نمونه سوال قبلی هم بهتون گفتم و توضیح دادم. پس میشه آزاد. دو روش بهره برداری از این سفره آب زیر زمینی خیلی راحته. حفر چاه، حفر قنات و حالا به اصطلاح چشمه هم حتی میشه. آقا نگاه کن، من اصلا اینجا مورد ب جوابشو اینجا توی تستیام بهت گفتم. یعنی شما اگر که زرنگ بودی جواب سوال من توی سوال دیگه بهت گفته بودم، من دیگه استفاده می‌کردم. حتی این مورد پیش هم بهتون گفته بودم توی سوالات صحیح غلط. این سفره آب زیر زمین معمولا در چند مناطقی تشکیل میشه؟ خیلی راحت. دشت‌ها و مناطق کمشیب. دیگه خیلی راحت هستن. آزمایش ساده‌ای طراحی کنید که بتواند استحکام سیم مثل سیم پلاستیکی را مقایسه کند. نتیجه‌ش هم باید می‌نوشتین. آقا اصلا آزمایش کتاب درسی فصل 3، حالا من فکر می‌کنم بخش فصل 4 کتابته، فکر کنم صفحه 20 ببینم کجا میاره برامون. فصل 3 رو ببین پایین‌تر، کتاب درسی فصل 4ش این آزمایش دیگه نگاه کن صفحه 29 کتاب درسی که دیگه آقا مقایسه کرده بودیم. من فقط گفته بودم همین حد بدون که آقا استحکام مواد فلزی بیشتر از
نافلزی. اینو بارها تاکید کرده بودیم. شما باید این آزمایش صفحه 29 رو بنویسی و نتیجهش هم بنویسی که استحکام مواد فلزی بیشتر از نافلزیه. پس آقا من اینجا جوابش رو نویسم. آزمایش 2 فصل 4 صفحه 29. خیلی راحت دیگه، جزء کتاب درسی بوده. آقا اومده گفته سختی‌های مواد رو با هم دیگه بررسی کن. حالا علامت‌های ریاضی کمتر بیشتر مساوی باید بذاری. دیگه ببین مثالای کتاب درسیته. یه اوجش که بتونه سخت باشه مداد کاغذ به که سر همین کلاس‌ها اینو مثالش زده بودیم که آقا گفتیم کاغذ سختیش بیشتر از مداده. چرا؟ چون میتونه نوک مداد رو سایش بده، خراش ایجاد کنه و اون اثر خراشش همون به اصطلاح اون اثری که مداد روی کاغذ میذاره. پس آقا بله سختی کاغذ بیشتر از مداده. شیشه و الماس که یا خیلی راحت الماس بیشتر از شیشه است. پس این دو تا سوالم خیلی راحت بوده. و سوال چگالیش اصلا دیگه حتی ازت تبدیل واحدم نخواستم نسبت به حالا سوال چگالی مدرسه کلاهتوزان. خیلی راحت، فقط میومدی میگفتی آقا سوال چگالیه، اولی مرحله فرمول چگالی رو می‌نویسم، رو مساوی با m تقسیم بر v یا چگالی برابر میشه با j تقسیم بر h. فرمول رو نوشتم. حالا میرفتیم سراغ چک کردن واحدها. کیلوگرم اینجا هست، اینجا هم هست، پس درسته. متر مکعب اینجا هست، اینجا هم هست، این هم درسته. همش درسته، نیاز به تبدیل واحد ندارم. میرم سراغ جایگذاری. جرمم 10 بالا می‌نویسم، حجمم 20 پایین می‌نویسم. 10 بیستم، 1/2 یا نیم، واحد آخر که باید بنویسمش الان راه حل نوشتم، واحد پایان رو بنویسم کیلوگرم بر متر مکعب. خیلی راحته. ببین توی نصف خط میتونستی راحت یه نمره به اصطلاح مفتی بتونی بگیری از این سوال. سوال 9 که خیلی راحت مثالش رو همواره زدیم داخل به اصطلاح جزوه کلاس‌های اضافی. اینجا دیگه به خاطر اینکه خیلی راحت بود من یه راهنما رو براتون نوشتم، به جاش فارسی مواد رو جلوش براتون نوشتم. میایم بررسی می‌کنیم. CO2 گفتم آقا اینا همشون بزرگه، سجاده امتحان هم اشاره کردم. نگاه کن وقتی نمی‌نویسیم عدد یه ماده یعنی تعدادش یه دونه است. 1 علاوه 2 سه تا ازش دارم. پس از نظر تعداد واحد سازنده چون بیشتر از یه دونه است میشه مولکول. از نظر جنس هم چون هم کربن داره هم اکسیژن، دو مورده میشه ترکیب. Fe یا همون آهن. آقا ایش کوچیکه، یعنی آقا Fe با هم داره یه ماده رو نشون میده. تعدادش هم که یه دونه است تعدادش پس میشه اتم. فقط هم یه ماده رو داره نشون میده. آهن پس میشه عنصر. گوگل SH تعدادش 8 است، بیشتر از یه دونه است پس میشه مولکول. و همش هم از یه نوع، همش از اس یا همون گوگرده پس میشه عنصر. میگم خیلی راحت، حتی اصلا نیازی هم به راهنما وجود نداشته. هر کی از موارد زیرا به صورت کامل توضیح دادید. بچه‌ها بخوام بهتون بگم مثلا اینا رو از نظر سختی و آسونی، الف خیلی راحت، ب خیلی راحت، ب خیلی راحت، آلیاژ راحت، سه راحت. این در سطح متوسط چون مقدار حفظیات رو باید کار می‌کردید و 11 هم که اصلا سوپر راحت. تو متن کتاب درسی بوده. توی حتی به اصطلاح سوالات کلاهدوزان من آورده بودم، منتها اونجا دیگه اینطوری ننوشته بودم جا خالی، گفته بودم خودتون همینو بنویسید که با هم دیگه کار کرده بودیم. اینجا گفتم تو جا خالی چه فارسی بنویسید چه انگلیسی هیچ فرقی نداره. حالا بذارید ما اینجا حلش کنیم. نگاه کن، این که میگم متن کتاب درس فکر نکنید دارم از خودم میگم ها. حالا بعضیا فکر میکنن من دارم میگم والا مثلا رفتم از کنهوبون هشتر آوردم. نه آقا نگاه کن اصلا این دیگه واضح تر از این تو کتاب نمیتونست برات بنویسم ازش سوال بدم بهت. سنگ معدن آهن به اضافه کربن یا حالا زغال کوک می‌نوشتی یا حالا سی می‌نوشتی، نماد کربن همش قبول بود، میدهد آهن مذاب به علاوه کربن دی اکسید که به صورت گاز بود، حالا CO2 هم می‌نوشتی قبول بود، ولی هر چیز دیگه غیر از اون می‌نوشتی اشتباه هستش. بریم سوالات تشریحی هم کار بکنیم. آیا میتوان فناوری یافت که بدون عیب و ضرر باشد؟ جواب خیر. دلیل پاسخ خود رو بنویسید. چرا؟ چون همواره همه یا بنویسیم حالا عین متن کتابتون باشه، اغلب فناوری‌ها در کنار فواید ضررهایی نیز دارند. دیگه واضح. آبکار رو تعریف کنید. من تعریف که خودم گفته بودم می‌نویسم، شما می‌تونید تعریف که توی فصل 6 کتابتون بود بنویسید، هیچ فرقی نداره، هر دو قابل قبوله. آبکار میگفتیم به مجموعه آب‌های کره زمین در هر جا و به هر شکل میشه آبکاره. کدام یک از حالت‌های ماده تراکم پذیری بیشتری داره؟ جامد، مایع یا گاز که شما بعد می‌نوشتین گاز. دلیل خود را توضیح دهید. چرا آقا گازها دیگه تو آزمایش سرنگ هم کامل واضح بود، به خاطر فاصله بین مولکول زیادی که دارن خیلی راحت میتونن متراکم بشن. دلیل انتخاب خود چون فاصله بین مولکولی در مواد گازی بسیار بیشتر از حالت‌های دیگر است. خیلی راحت. آلیاژ چیست؟ تعریفش رو بنویسید. آلیاژ به اصطلاح میتونیم بگیم تعریف کتاب مواد جدیدی هستند که حاصل ترکیب یک فلز، این جزء اصلی فلزیه که گفتیم همیشه باید توی آلیاژ وجود داشته باشه، و یک یا چند فلز یا نافلز دیگر است.
همین. آقا یه جزء اصلی فلز باید داشته باشه، بقیه اجزایی که میشن اجزای به اصطلاح اضافه شونده و اجزای غیر اصلی میتونن حالا فلزی باشن یا نافلزی باشن، حالا یه دونه باشن چند تا هیچ فرقی نداره. مراحل استخراج آهن فقط بهت گفتم آقا نام ببرید، 4 5 مرحله داشت. اولی شناسایی و احداث معدن، استخراج سنگ معدن و حالا ارسال به کارخونه. 3 شستشوی اولیه یا همون خالص سازی اولیه. یه اینا رو توضیحاتش نمیگم چون توی فیلم و کلاس کامل توضیحش دادم تو نمونه سوالات دیگه. مرحله 4 ذوب سنگ معدن به همراه کربن و آهک در کوره ذوب. مرحله 5 هم که همون قالب زنیه. حالا اگه کسی تو 4 تا مرحله نوشته، مرحله 1 2 رو یکی کردم، باز دوباره مشکل نداره چون خود کتابتون گفتیم تو 4 مرحله نوشته. شما اگه تو 4 مرحله نوشته باشید هیچ مشکلی نداره. مواد زیر اساس انبساط پذیر از کمتر و بیشتر مرتب کنید. آقا گفتیم اینا علامت‌های ریاضی کمتر و بیشتر، غالبا جواب بیشتر نوشتین و کمترین. فصل 4 کتابت دیگه ببین چند بار اینو فصل 3 کتابتونه چند بار اینو براشیم تاکید کردیم. این جدول باید می‌نوشید، بهتون گفتم حفظ بکنید. فقط آقا گاز بیشتره، بعد مایع، بعد جامد فلزی، بعد جامد نافلزی. حالا آقا به جای اینکه بیام اونا رو بنویسم مثالاش برات نوشتم. گاز اولیش باید باشه گاز اکسیژن، پس اولیش میشه گاز اکسیژن که بیشترین انبساط پذیره. بعدیش بعد آقا یه ماده مایع باشه دیگه، الکل. الکل هم میدونین مایع، به همین راحتی. فلز آهن دیگه بهت گفتم فلزیه دیگه، جامد فلزی، فلز آهن. بعدی هم آخرش باید یه ماده نافلزی باشه، پلاستیک دیگه مشخصه نافلزیه که پس میشه پلاستیک. و به همین راحتی تموم شده رفت. خیلی راحت بود. یعنی من شاید فکر کنم 2 تا سوال نسبتاً مشکل بهتون دادم در سطح متوسط و بقیه سوال همشون راحت بود کاملا. یعنی سوال سخت اصلا نداشتیم. ولی میگم این برای ترم اول، ترم دوم قطعاً سوالات سخت‌تر خواهد بود. امیدوارم که به سوالات به خوبی جواب داده باشین داخل امتحان. و حالا اگر که دوست داشتین این نمونه سوالاتی که حل کردم به این صورت رو حتما لایک یادتون نره، کامنت برام بذارید و کانالم سابسکرایب داشته باشین و بقیه دوستاتون رو معرفی بکنید. ان شاء الله فیلم‌های بعدی دیگه به جای نمونه سوالات میخوام یه چند تا سوال به اصطلاح مفهومی توی روزهای آینده براتون حل بکنم که دیگه میشه مربوط به فصل به اصطلاح ترم دومتون و میخوام که ترم دومو پرقدرت‌تر نسبت به ترم اول پیش ببریم و در پیش داشته باشیم.